بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرها برادران عزیز رسانه ها و خانواده مطبوعات و آزادی بیان افغانستان، بزرگای عزیز وطن، جوانای عزیز وطن، خواهرای عزیز وطن ما، بسیار خوش آمدین. امروز برای جمع شدیم که از یک حقی که بسیار نزدیک دل مردم افغانستان است صحبت کنیم و دفاع کنیم. حقی که ما 18 سال پیش مردم افغانستان بر خود به اساس تجربه های تاریخی خود در قانون اساسی خود تسجیل کردیم و به حیث اساس نظام افغانستان تعیین کردیم. جمهوریت اسلامی که اساسات و معتقدات و احکام دین مبین اسلام تحدابش بوده باشه و مردم سالاری، آزادی بیان، آزادی اشتراک و اجتماع حقش و هدفش بوده باشه. و قانون اساسی ما که به مردم افغانستانی حق داد و از اراده مردم افغانستان نشأت کرده بود، مورد قبول و پذیرش تمام جهان شد. افغانستان تمام جهان به رسمیت شناخت، در تمام جهان بیرق باب اهتزاز شد. سفارت‌های کشورهای جهان به افغانستان آمدند و افغانستان منزوی شده از دنیا دوباره در صحنه سیاست و زندگی و اقتصاد و نیکنامی جهان با پای ایستاد شد. و ما و دوستایم، اونهایی که در حکومت با همراه بودن، اونهایی که قانون اساسی افغانستان و ملت افغانستان شاهد این دوباره ظهور افغانستان در صحنه جهانی بودیم که از ما بسیار خرسند هستیم و با افتخار میکنیم. دلیل پذیرش جهان فوراً از حضور افغانستان نوین اساسات بود که در قانون اساسی افغانستان گذاشتیم. احترام به حقوق انسان، حقوق بشر، آزادی بیان، حق رای، به معنای دیگر مردم سالاری افغانستان، بر تهدابی که دین ما بو حکم کرده بود، دین مبین اسلام. و همی حق بود که ما در زمان حکومت هم به مقابل خارجی و هم در داخل از او به دفاع ایستاد شدم. به او بر نمیگردیم شما خبر دارین که چی کردم و چی نتانستم. میبینیم متاسفانه که از 3-4 سال به این طرف حقیقت به تدریج داره تهدید میشه و زیر پای میشه. 3 سال پیش مردم می آمدن از تحلیلگرای ما، مطبوعات ما، ژورنالیستای ما با قسم میکردن، میگفتن که رئیس صاحب وقتی که صحبت میکنیم در تلویزیون ها یا چیزی مینویسیم بر ما تلفن‌های بی نمره، نانمره دار زنگ زنه میشه و تهدید میشیم با خاموشی. از سیاسیون کشور می آمدن میگفتن ما تهدید میشه به دوسیه سازی. آهسته آهسته دیدیم که با آغاز کوشش صلح امریکا
یک سال پیش کی تهدیدها به اونهایی که از این کوشش صلح امریکا تایید کردن و صلح افغانستان خواستن به اونها زیاد شد و شدیدتر شد. شخص اولی که از این ناحیه تا جایی که من معلومات دارم تهدید شد ملا صاحب ضعیف بود. که بعد از اشتراک در کنفرانس بین الافغانی مسکو خانه‌اش توسط نیروهای امنیتی تهدید شد. به همین ترتیب شخصیت‌های دیگه ما که برای صلح کار میکردن مورد تهدید قرار گرفتن و تهدید شدن. آقای مطمئن، حقیار، مولوی صاحب عابد که امروز قرار بود تشریف داشته باشن شد پسندتر تشریف بیارن و شهادت مجده صاحب. ما با تمام عقاید و گفتار و فکر مجده صاحب همیشه هماهنگ نبودیم، در اتفاق نبودیم. در زمان حکومت ما مجده صاحب انتخاب میکرد، ولی حق آزادی فکر و بیانش احترام کرده بودیم و پذیرفته بودیم. امروز که اینجا جمع شدیم دفاع از این حق است. از کدام حق؟ حق صلح برای مردم افغانستان، برآورده شدن آرزوی مردم افغانستان برای صلح و حق اظهار نظر و نیت و فکرشان در این مورد و حق آزادی مردم افغانستان در بیان عقاید و فکرشان. هم صلح و هم آزادی ما، این ما جمهوری اسلامی میگیم. زمانی که ما میگیم که اکثر ما میگیم، همین مجموعی که همینجا امروز حاضر هستیم اکثر ما اینو میگیم که ما صلح میخواهیم ولی نه به قیمت دستاوردهای 18 سال ما. زمانی که ما میگیم صلح میخواهیم ولی نه به قیمت دستاوردهای 18 سال ما، منظور ما چی است؟ منظور از دستاورد 18 سال چی است؟ اگر منظور از دستاورد 18 سال ما سرک باشه و تعمیر باشه، درست است، او هم جور میشه هم خراب میشه، پس جور میشه. ولی اساس دستاورد 18 سال ما جمهوری اسلامی است که بنا بر دو اصل احکام دین مبین اسلام و آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات و حق رای و دموکراسی و مردم سالاری مردم افغانستان است. اگر از این دو حق ما محروم شدیم، ما در 18 سال خود از تمام دستاوردهای خود محروم میشیم. از عزتی که به افغانستان در 18 سال آمد از او محروم میشیم. امروز که به مقابل شما برادران و خواهران عزیز ما قرار دارم، به اطمینان قرار دارم در 18 سال حکومت ما اترک مجموعی به همراهیم به کنفرانس جمع نشده بود. و این باید باعث اطمینان مردم افغانستان شود که آزادی چون زیر پای شدن نمیتونه، چون کسانی هستند که از این آزادی دفاع میکنن، چری سفید مثل ما وره، چی جوان مثل جوانای عزیز ما که امروز اینجا هستند. پس پیر و جوان افغانستان از این حق خود دفاع میکنن. ما از او کشورهای که از این حق ما در روز شهادت مجده دفاع کردن تشکر میکنیم. در راست او کشورها جرمنی قرار داشت که سفیرشان نمیدانم توییت کرد یا اعلامیه داد و این عمل تقبیح کرد، از اونها تشکر میکنیم. آرزوی ما است که او کشورهای دیگه که
کمک به افغانستان مشروط به حق و آزادی های مردم افغانستان دانستن، هم از این حق مردم افغانستان آل بخیزن و علنا دفاع کنن. از جامعه اروپایی میخوایم که سرایشان رو برن کنن، از امریکا میخوایم سرایش برن کنن و از هر کشور دیگه که در مورد افغانستان و حقوق مردم افغانستان در 18 سال گذشته حقوق بشری و انسانی و دموکراسی را اساس و شرط کمک خود گفتن، از این حق مردم افغانستان دفاع کنند. نیروهای امنیتی مردم افغانستان خدمتگار مردم افغانستان هستند. نگذارن که نام نیک اینها برای اهداف شخصی یا سیاسی یا ضد صلح افغانستان استعمال شود. رنج مردم افغانستان از 40 سال به این طرف ازی بوده که هم از طرف خارجی و هم متاسفانه به دست خود ما آزار دیدن. نیروهای امنیتی ما مطلق باید بی‌طرف و در خدمت منافع اولیای ملت خود باشند. منافع اولیای مردم ما حرمت زندگی و خانواده و خانهشان است، مسکنشان است و صلحشان است. نه ای که خدا را خواسته اینا بر اهداف شخصی افراد و یا اهداف سیاسی دیگه مردم خود زیر حمله قرار بدن. ما جمهوری اسلامی میخواهیم و جمهوری اسلامی به معنای دو تهداب اساسی که قبلا برتان رس کردم تکرار میکنم. اساسش تهدابش دین مبین اسلام و احکامش است و هدفش برآوردن آرزوهای ملت افغانستان برای افغانستان آزاد، صاحب صدا و امیدوار به آینده است. نه افغانستانی که دو ما مردم خود مجبور به فرار کنیم و یا امید بسازیم جوانای ما. ما چند روز پیش رفته بودم قزاقستان به کنفرانس، از راه ازبکستان رفتیم، از راه تاجیکستان پس آمدیم. در هر دو کشور همسایه ما شنیدیم که هر طایره‌ای که از اینجا میره او تعداد از مردم فامیل های جوان ما رو میبره که گلوغمنان در 18 سال پیدا کردن و آل پناهگاه بر خود جستجو میکنن. چرا؟ جنگ خود پیشم بود، جنگ خود زمان حکومت ما بود، اقلا بود خوشبختانه، ولی بود نامنی بود، ولی مردم به افغانستان می آمدن نمی رفتن. آل چرا میرن؟ چی دلیل است که مردم از خاک خود فرار میکنن؟ نبود امید به فرداست از همین عواملی که قبلا ذکر کردم. پس صدا میکنیم بر دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجدد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است و همکارشان به همراه مردم افغانستان در بهبود وضع کشور خود. و ما در بهبود اوضاع افغانستان و نگهداشت حقوق مردم افغانستان با ایشان همکار بشیم اگر اینا چنین اقدامی بکنن. نگذاریم کشور ما زیادتر از زیر پای و خرابتر شود. و به این تعهد باز هم از شما خواهران برادران عزیز خود تشکر میکنم و از همه‌تان سپاسگزاری بسیار زیاد دارم، خصوصا امروز که فقط امق ما پریروز گفتم که هر کس از برادرها و خواهرای ما که میخواین پس فردا در کنفرانس مطبوعاتی ما حاضر باشن خوش آمدن و امروز دیدیم که تعداد بسیار زیادی تشریف آوردن. مولوی صاحب خدا هیچ خبر نکرده بود، از دیگر جای شنید آمد. بسیار تشکر میکنم، بسیار تشکر. و میتونید از خواهرای ما خبر نکرده بود. این جوانا، این تعداد اعضای مطبوعات و جامعه مدنی ما
غیور صاحب محترم اون آمدن شیشتن لوی سارما صاحب دیگه بزرگ هستن اینها را خبر نکرده بودم اینها به دست دوم خبرشتن و گفتن که ما میاییم دیشو وقت شو برای میتلا رسید که اینا همه میخوان اینجا حاضر باشن این یک مایه بزرگ امید بر ما و مردم افغانستان است که ما کشور خود به آسانی نرها میکنیم و نمیگذاریم که زیر پاشا خوش آمدید